جولیان اسانژ ماه ایولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نورسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنه‌گری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکیلیکس را تأسیس داد. وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می آورد و نشر می کرد. ویکیلیکس سال 2010 بعد نشر یک ویدیوی مخفی سری زبانها شد که نشان می‌دهد در حمله چرخبال سربازان آمریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می‌شوند. بعدا 90,000 سند مخفی ارتش آمریکا از جنگ افغانستان و 400,000 سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران آمریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250,000 اسناد مکالمه‌های دیپلماتی سفارت‌های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات‌های آمریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکردهای او را تلاش برای آزادی بیان می‌دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه‌های حکومت آگاه باشد. نوامبر سال 2010 دادگاه شوئد امر داد تا جولیان اسانژ را بازداشت کنند، زیرا 2 کارمند اختیاری ویکیلیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانژ این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به آمریکا است تا برای نشر سندها در ویکیلیکس جزا بگیرد. دکمبر سال 2010 پلیس بریتانیا اسانژ را با درخواست شوئد دستگیر و بعداً رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسانژ را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن، او 50 هفته را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات آمریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسانژ را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم‌های کامپیوتری حکومت آمریکا به جوابگری جنایی بکشند. با سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسانژ ادا شد، ولی او منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسانژ را نباید به آمریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخر همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسانژ را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه با نظرداشت ضمانت‌های رسمی که آمریکا داده است، تصمیم نهایی‌اش را درباره سرنوشت اسانژ اعلام کرد و گفت که او حق دارد دیگر باره از امر استرداد شکایت برد. و گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چرایش را می‌خواهند، در صورت استرداد به آمریکا ممکن است جولیان اسانژ را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستان‌های آمریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.